افغانستان د نږدې 222 میګاواټ لمریزې انرژۍ د بالقوه ظرفیت په لرلو سره په دې برخه کې له شتمنو هیوادونو ګڼل کیږي. د افغانستان برېښنا شرکت تر اوسه پورې د ټول 400 میګاواټ ظرفیت په لرلو سره د لمریزې برېښنا رسونې 12 تړونونه لاسلیک کړي او 15 نورې پروژې چې 50 میګاواټ ظرفیت لري ګټه اخیستنې ته یې سپارلې دي. د اقتصادي چارو شنونکي وایي چې د دغو پروژو پراختیا کولی شي پر وارداتي برېښنا د هیواد تکیه راکمه کړي. بحث مو پر همدې موضوع دی. په درېیمه سټوډیو کې راسره د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی نجیب صدیقي میلمه دی. صدیقي صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر ښه. له دومره انرژۍ سره چې افغانستان لري په لمریزه، بادیزه او دغه راز په نورو اړوندو برخو کې او د دې ترڅنګ بیا هم موږ برېښنا له نورو څخه په پور اخلو، فکر کوئ چې ولې د دغومره انرژیو شتمن هیواد بیا هم یو نسمن هیواد بلل کیږي؟ ولې؟ سلام تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته او د تلونیوز لیدونکو ته سلام علیکم و رحمت الله برکاته. ببینین مشکلاتی که دچار دامنگیر مردم افغانستان و بالخصوص صنعتکار افغانستان شده از زمینه کمبود برق است که در این اواخر ما شما شاهد ازی هستیم که صنعت افغانستان شورای عالی اقتصادی همیشه بر از او بر توجه داشته و گفتارشان همی بوده که از صنعتکار، از صنعت داخلی، از تولیدات داخلی حمایت کنید. در ضمن نظیر ببینید هنوز هم ما مشکلات برق داریم که امروز ما در پارک‌های صنعتی پلچرخی 12 ساعت برق داریم که از یک شب برق میاد در اختیار صنعتکارا تا به 1 بجه چاشته. بنا به این دلیل یک صنعتکار نمیتونه که فابریکیش خوب بجه نگاه داره و نمیتونه که یک تولید خوب داشته باشه و نمیتونه که برای هموطنان ما در عرصه صنعت در افغانستان زمینه کار مساعد کنه. اگر همچون پروژه ها پلی شوه، برق بادی جور شوه، برق سولری جور شوه که تا این برق بادی سولری را به اهالی شهروندای ما توزیع کنه ریاست برشنا و برق که از بند برق ها است و یا برق صادراتی است او را بالخصوص بر صنعتکار مشخصا او را توزیع بسازه. باز ایجا است که ما میتونیم که یک صنعت خوب داشته باشیم، ما میتونیم که یک فابریکات خوب داشته باشیم، ما میتونیم که بر هموطنای ما در افغانستان در داخل فابریکات ما زمینه کار مساعد کنیم و باز ما میتونیم که افغانستان از یک بازار مصرفی به یک بازار صادراتی مبدل بسازیم. بنابراین دلیل ببینید ما امروز معادن خزانه هایی که در اختیار مردم افغانستان است، اگر انرژی کافی در اختیار صنعتکار افغانستان نباشه پس ما توانمندی از این را نمی داشته باشیم که ما امو معادن ما را، امو خزانه را استخراج بسازیم. اگر یک صنعتکار 24 ساعت برق داره بس توانایی از این را داره که معادن خزانه ها را و امو معادنی که سرپوشیده در این 40 سال مانده او را ما استخراج کنیم، او را صنعتی بسازیم و او را پروسس خوب، بسته‌بندی خوب بکنیم و به آسیای میانه، به اروپا، به آسیا صادرات داشته باشیم. بله صدیقی صاحب، هغه تقاضا چې کیږي او هغه عرضه چې د برېښنا یا انرژۍ په برخو کې کیږي، فکر کوئ څومره دغه چارې د افغانستان بېلابېل سکتورونه تر اغېز لاندې راوستي، بالخصوص کوم سکتورونه؟ ببینین امی مشکلاتی که کمبود انرژی برق است و برای صنعتکارا برق خوب داده نمیشه، این تمام سکتورهای صنعتی را زیر سوال برده، زیر مشکلات برده. ببینید من در صحبت‌های اشاره کردم اگر در 12 ساعت برق ما نمیتونیم که امرای کشورهای همسایه رقابت داشته باشیم، ما نمیتونیم که امرای کشورهای همسایه بازار از اونا را از افغانستان دستش بگیریم و تولیدات داخلی ما را در افغانستان عرضه کنیم. تمام سکتورهای صنعتی افغانستان کمبود مواجه برق هستند. اگر کمبود مواجه برق باشند به این معنا ما یک صنعت خوب نداریم، به این معنا که ما یک تولیدات خوب نداریم، به این معنا که افغانستان بر روی صنعتی شدن نمیره. اگر کمبودات و مشکلات برق صنعتکار افغانستان و بالخصوص از معدنکارای افغانستان تمام شود، برق 24 ساعته، 48 ساعته برق زیادتر در خدمت از اینا باشه، انشالله ما به این امیدواری هستیم که هر چیز زودتر صنعت افغانستان به پای خودش امروز استاده است. به 120 چند قلم از اجناس ما در افغانستان خودکفا هستیم، پس اطمینان داریم که خودکفایی ما زیادتر میشه، بخش صادرات ما به کشورهای همسایه زیادتر میشه و بر هموطنان ما در داخل فابریکات ما زمینه کار مساعد میشه و ما میتونیم که یک کشور صنعتی و یک کشور اقتصادی خوب باشیم. ببینین
اگر ما شما همسایه های ما را ببینیم، اونا اگر موتر جور کردن، اگر خط لیر جور کردن، اگر طیاره جور کردن، اگر تانک جور کردن، اگر اسلحه جور کردن، توسط یک صنعتکار جور شده، توسط یک فابریکه جور شده. بنا به این دلیل اگر یک ملک صنعت خوب نداشته باشه، فابریکات خوب نداشته باشه، تولیدات خوب نداشته باشه، او اقتصاد خوب نمی داشته باشه، او پیشرفت خوب نمی داشته باشه. اگر ما توجه ما از دولت امارات اسلامی افغانستان زیادتر به صنعت افغانستان باشه، این به این معنا است که به اقتصاد افغانستان توجهش است. این به این معنا است که به اوی از جوانا هموطنای ما که در دریابها و در کشورهای همسایه به گلوله بسته میشن، بر از اونا زمینه کار در افغانستان مساعد میشه. بنا به این دلیل ما از ریاست عمومی برشنا تقاضای ممی است که از ساعت 1 شب تا 1 چاشته که برق به صنعتکار شما توزیع میکنه، این قابل قبول صنعتکار نیست. کوشش کنه که امیره زیادتر بسازی و شیفتایش خوبتر بسازی تا ما بتانیم صنعت ما را به خوب وجه پیش ببریم. ببینین در یک خانه میشه که یک برق سولری هم استفاده شود، میشه یک برق بادی هم بر از اونا توزیع کنه. مگم اگر برق استاندارد نباشه، فابریکه صنعت به گردش چرخش در نمیاد. صدیقی صاحب، ښه که ګورو اسلامي امارت هڅه کوي چې بهرنۍ پانګونه را جذب کړي او په دغه برخه کې په بېلابېلو سکتورونو کې پانګونې هم شوي دي، ولې تر دې دمه پورې له دغو سرچینو څخه ګټه نه ده اخیستل شوې؟ فکر کوئ چې اساسي خنډونه څه دي؟ ببینین برنامه‌هایی که امارت اسلامی افغانستان دارد در پروژه هایی که توزیع کرده، قراردادهایی که با صنعتکاران، تجارات در داخل کشور و خارجی ها امضا شده، این یک گام خوب است، یک گزینه خوب است. امروز ما که میبینیم اونقدر دشواری یا مشکلات سطرهای قراردادها و پروژه ها دیده نمیشه، چرا در افغانستان امنیت برقرار است، در کنج کنجش امنیت است، هیچ نوع مشکلات ما دیده نمیتونیم. یگانه چالش امی است که کمبود انرژی برق داریم ما و بعضی از مسائل های دیگه است که انشالله اونام به زودترین فرصت حل میشه. ما در پروژه های که در همین چند سال توزیع شده و قرارداد شده، کم کسری های از طرف مقابلایی که امضای قرارداد و پروتکل کرده با مردم افغانستان یا با دولت افغانستان، اگر اونا کمکاری کرده به وعده خودشان استاد نشده، وفا نکردن، این باید امو کمیته نظارتی که از طریق امارت اسلامی افغانستان است او را بعد به دادگاه بکشانه که چرا پروژه را پلی نمیکنه، چرا به او قراردادی که عهد بسته چرا به او وفا نمیکنه. یک زاویه کار و در ضمن پیشرفت پروژه های ما زیاد است، پیشرفت قراردادهایی که با کشورهای همسایه کردیم اینا زیادتر است. ببینین چند روز گذشته ما شما شاهد ازی بودیم که نمایشگاه ابو حنیفه چهارمین نمایشگاه در افغانستان افتتاح شد که با بسیار جمع جوش با بسیار مهمانای خارجی از ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، ایران، از تمام دنیا حداقل اگر نبود کمتر امجوارای افغانستان همگیش حضور داشتند. اینا همگیشان علاقمندی نشان دادن که ما در افغانستان چی در بخش انرژی است سرمایه گذاری میکنیم، در بخش معادن سرمایه گذاری میکنیم، در بخش نفت و گاز سرمایه گذاری میکنیم، در بخش بازسازی سرمایه گذاری میکنن که چندین پروتکل، چندین قرارداد همراه صنعتکاران، تجارا امضا شد که انشالله ما ایره یک قدم نیک میگیریم، یک گام نیک میگیریم. اگر همچون نمایشگاه ها چی در داخل کشور چی در بیرون از کشور جور شود، این به نفع مردم افغانستان است تا جهانیان امجوار افغانستان اینا بفهمه که افغانستان صنعتی است، افغانستان یک افغانستان زراعت پیشه است، افغانستان یک افغانستانی است که اگر مشکلات جنگ ناامنی باز دامنگیر مردم افغانستان نشه، به زودترین فرصت افغانستان از مشکلات اقتصادی به یک اقتصاد پیشرفته و یک اقتصاد بالا دسترسی پیدا میکنه. صدیقي صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې د انرژۍ په سکتور کې د پانګونې لپاره شته خنډونه له منځه تللي، خو یو شمېر ستونزې شته دي. واضح نه شوه چې دغه ستونزې څه دي چې د دې مخه نیسي چې هلته پانګونه وشي او بالاخره افغانستان وکولی شي له دغه انرژۍ څخه ګټه واخلي. ببینین در بخش سکتور انرژی باد
دوستا و صنعتکارا تجارای خارجی آمدن اینجا سرمایه‌گذاری میکنن، اوطور یک مشکلاتی از طریق دولت بر از اونا نیست که ممانعت باشه دولت بگه شما سرمایه‌گذاری در بخش استخراج انرژی برق نکنه، یا از طرف ملت افغانستان نیست. بعضی مشکلات هایی هست که ماشینگری های پیشرفته را باید بیارن در افغانستان که تا بتانن امو سیستما را جور کنن. بعضی بند برق هایی که است اونا ترمیم کار داره، اونا را بعد توسط ماشینگری و توسط از امو انجینرهای پیشرفته او را بنایی سازی کنند که تا بتانیم ما از انرژی بهتر در افغانستان برخوردار شویم. ببینین ما شما شاهد ازی هستیم که 40 سال ما در افغانستان مشکلات جنگ ناامنی را پشت سر گذاشتاندیم و کشورهای همسایه همیشه در تلاش ازی بودند در همین 40 سال که ملکشان آباد کنند. ببینین کشورهای همجوار ما از نظر انرژی برخوردار هستند، بالاترین انرژی در اختیارشان است. فرض کو ایران ما شما مثال میتیم، امروز 1 کیلووات برق به یک افغانی به یک صنعتکارش در اختیارش میته و او صنعتکارش مواد خام میته. بانک صنعتی داره که او صنعتکار اگر مستضرر میشه یا آتش سوزی میشه یا مشکلات درش پیدا میشه او را حمایت کنه. بنا به این دلیل ما هم انشالله امیدواری از امارت اسلامی افغانستان داریم که ما بانک جهانی صنعتی داشته باشیم و ما بتانیم که صنعتکار ما را حمایت کنیم و در پروژه ها در وزارتخانه ها از تولیدات داخلی استفاده کنیم تا بتانیم که بر شهروندای ما، بر هموطنای ما در افغانستان زمینه کار مساعد کنیم. انشالله ما قدم به قدم، گام به گام از نظر انرژی هم به پیش میریم. انشالله و رحمان به مدت کمتری لین 500 کیلوولت هم انشالله وصل میشه که با وصل شدن لین 500 کیلوولت مشکلات برق صنعتکارا حداقل حل میشه تا ما بتانیم یک صنعت خوب و یک فابریکات خوب، یک تولیدات خوب با کیفیت داشته باشیم که به دسترس هموطنای ما قرار بدیم تا هموطنای ما از تولیدات داخلی رضایت داشته باشند، استفاده کنند که بعد از او توانمندی از این را پیدا کنیم که به کشورهای همسایه صادرات داشته باشیم. ښه صدیقي صاحب تاسو خپله هم یو صنعتکار یاستئ، راځئ مشخصا پر همدغه سکتور که وغږیږو. که ګورو د برېښنا اړتیا او تقاضا ته، البته تقاضا ورځې ته په عموم کې هغه ډول چې خلک په افغانستان کې اړتیا لري په هغه اندازه برېښنا ورته نه رسیږي، بالخصوص بیا د وړي ژمي په موسم کې چې پرچاوۍ هم رامنځته کیږي. د صنعت په سکتور کې څومره برېښنا ته اړتیا شته ده چې بالاخره هغومره تمه چې له دغه سکتوره کیږي ترلاسه شي، او په خپله دغه د برېښنا کمښت اوسمهال څومره د صنعت د سکتور د پرمختګ مخه نیولې ده په کومو برخو کې؟ ببینین مشکلات کمبود انرژی برق در افغانستان دامنگیر صنعتکارا است. امروز اگر ما 50% در صنعت ما خودکفا هستیم، پیشرفت داریم، اگر صنعت ما را بخواهیم که قوی تر بسازیم باید برشنای زیادتر در خدمتشان بمانیم. حداقل 24 ساعت 48 ساعت به هفته ها نباید برق صنعتکار بره. این چالش ها و مشکلاتی است که دامنگیر صنعت افغانستان است. باید بند برق‌های بنیادی در افغانستان اعمار شود، باید قراردادهای بلند مدت همراه کشورهای همسایه امضا شود تا او وقتی که ما از منابع داخلی افغانستان برق صنعتکار افغانستان را تامین می‌سازیم تا او وقت ما بتانیم که از قراردادهای بلند مدتی که همراه کشورهای همسایه ما کرده باشیم از او استفاده کنیم. ببینین امروز با این برقی که در اختیار صنعتکار افغانستان گذاشته شده از طریق برشنا، این حداقل میتونه 40% یا 50% مشکلات صنعتکار افغانستان حل بسازه یا در صنعت افغانستان 50% بهبود پیدا کنه. اگر بتونه ریاست برشنا که اهالی را، مردم افغانستان، ملت اونا را از برق بادی، از برق شمسی اونا را تامین بسازه، برق بر از اونا بته و برق صادراتی و برق منبع داخلی که تولیدات داخلی افغانستان است او را به صنعتکار افغانستان بته. حداقل 20 ساعت در اختیار یک صنعتکار برق باشه. باز ما از همین تلویزیون طلوع ایرا میگم که انشالله ما او روز دیگه شاهد نمی باشیم که برادرای ما، جوانای ما بره به کشورهای همسایه اوجا مهاجرت کنن، اوجا کارگری کنن و ما شاهد از این می باشیم که از کشورهای همسایه باید ما دعوتنامه بدیم که بیان در افغانستان در بخش استخراج معادن ما، در بخش استخراج نفت ما، گاز ما، بازسازی افغانستان ایجابه با ما همکار باشه
تا ما بتانیم که ملک عزیز ما، کشور عزیز ما افغانستان از بحران اقتصادی، مشکلات مهاجرت در کشورهای همسایه نجات بدیم و ما بتانیم یک کشور صنعتی اقتصادی خوب باشیم تا بتانیم که با کشورهای همسایه ما رقابت سالم داشته باشیم و بتانیم او اجناس و او ارقامی را که ما در افغانستان چی از نظر زراعت ما به دسترس ما قرار میگیره، چی از نظر صنعت ما به دسترس ما قرار میگیره، او را بتانیم که به کشورهای همسایه صادرات داشته باشیم. افغانستان از یک کشور وارداتی به یک کشور صادراتی تبدیل شود. او روزی تبدیل میشه که ریاست برشنا باید توجه خاص شه به صنعت افغانستان داشته باشه. او روزی ما میتونیم معادن ما را استخراج کنیم که یک برق خوب در اختیار صنعتکار افغانستان داشته باشه بتیم. او روزی ما میتونیم که جلو و مهاجرت های غیر قانونی را بگیریم که ما یک برق خوب داشته باشیم. پس بنا به این دلیل ما از ریاست برشنا تقاضا بازم امیر میکنم که یک برق خوب حداقل 20 ساعت 18 ساعت و یک برقی که بتانه یک صنعتکار افغانستان از او به خوب وجه استفاده کنه و بتانه فابریکاتشان را به خوب وجه پیش ببرن. صدیقی صاحب که راشو د پانګونې برخې ته کې د انرژۍ سکتور په برخه کې پانګونه کیږي، څه ډول پانګونه باید وشي؟ لومړی راګرځو کورنۍ پانګونې ته، ورپسې د بهرنۍ پانګونې لپاره چې څه ډول پانګونه ممکن په دغه برخه کې مؤثره تمام شي؟ ببینین اگر شرکای خارجی میخواد که در افغانستان سرمایه گذاری کنه در بخش انرژی برق، ببینین ما زمین های زیاد داریم، افغانستان بادخیز است، آفتاب داریم، ما بیان در بخش سولرسازی در افغانستان سرمایه گذاری کنن، بیان در بخش بادی در افغانستان سرمایه گذاری کنن. خود ملت افغانستان، دولت افغانستان مکلف است که از او آبهایی که به کشورهای همسایه سرازیر میشه، ما در این 40 سال نتونستیم که آبهای ما را کنترل کنیم، مدیریت کنیم. پس امروز روزی رسیده که باید آبهای افغانستان مدیریت شود، کنترل شود و از او ما بتانیم به نفع انرژی برق، به تولید انرژی برق از او استفاده کنیم تا بنیادی ما یک برق دائم المدت داشته باشیم، تا بتانیم یک صنعت دائم المدت داشته باشیم و تا بتانیم که مشکلات انرژی برق ما را در افغانستان حل بسازیم. اگر ما وارداتی را قرارداد میکنیم، این یک گامی است که ما به خاطر تا او وقت که در تولید انرژی برق از خود ملک ما دسترسی پیدا میکنیم، ما امروز مجبور هستیم که با کشورهای همسایه قرارداد کنیم و از اونها انرژی برق خریداری کنیم، به افغانستان صادر کنیم. وقتی که از بادی برق به دسترس مردم افغانستان قرار میگیره، از شمسی به دسترسشان قرار میگیره و اوجا از آبهایی که ما به کشورهای همسایه سرازیر میشد، توسط از او آبها ما بند برقهای درست کنیم، باز او وقت است که ما از واردات برق به افغانستان تمام میشیم، حتی که برق میتونیم که به کشورهای همسایه ما صادرات داشته باشیم و برقی که داخل افغانستان نیازمندی است او را هم پوره بسازیم. ببینین یک نکته اساسی است که امروز مردم افغانستان روز به روز قدم های خودکفایی را میبردارند، روز به روز قدم های صنعتی شدن را میبردارند، روز به روز قدم های ازی را میبردارند که معادنشان را به خوب وجه استخراج کنند، روز به روز قدم هایی را میبردارند که زراعتشان را صنعتی بسازند، زراعتشان را پیشرفته بسازند. بنا به این دلیل یک چیز اساسی، رکن اساسی به پیشرفت ازی قلم هایی را که من نام گرفتم چی است؟ برشنا است. صدیقی صاحب تر یوې نیمې دقیقې پورې فرصت لرو که لنډ ځواب ولرو دا چې تر څو راتلونکو کلونو پورې به موږ د برېښنا له اړخه پر ځان بسیا اوسو؟ انشالله الرحمن، همچون که برنامه ها ریاست برشنا داره و امارت اسلامی افغانستان داره، با آمدن لین 500 کیلو ولت، با قراردادهایی که ما در بخش انرژی و برق داریم و دولت ما انشالله الرحمن کوشش زیاد میکنه که بند برقهای استاندارد و خوب جور کنه به مردم افغانستان، یک برق خوب بده. انشالله در نزدیکی‌های نزدیکتر ما شاید از این باشیم که یک برق خوب در افغانستان داشته باشیم. کورموادان د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی نجیب صدیقی.